سلام، کیان مهرم با فوتبال بی زداور. قراره تو این برنامه به عملکرد تیم ملی بدون هیچ جهت خاصی بپردازیم. دوست خوبم علی بلوک. سلام و عرض ادب، علی بلوک هستم. با فوتبال بی زد و بند ویژه جام جهانی سعی میکنیم تو این برنامه ویژه به یه مسائلی بپردازیم که حداقل تو هر برنامه‌ای اصلا نتونم بهش بپردازم. مرسی، ممنون. ما رو فالو کنید. اینجا لاتی بر نمیداره میری بشته خیابون یادم با سکوت خونم پیشه این قصه مستنده نداره هنر پیشه این ورا آهو نمیده به بچه شیر یادت میده که تو بوسه بگیری یه لب تیغ به جاش خوبی نیست بکار شبا ریسک را تگایی میکنن با پلیس نام مایه میشینه تو کفا سوزی کیلو باشه اصلا نمیکشه ترازو حادثه کمی عادیه مرده. علی نقد از تیم خیلی زیاده سره چند تا مورده، حالا من همشو میگم بعد دونه دونه بهش میپردازیم. یکیش این که چرا سن تیم بالاست. ببین معمولا حالا تو ایران خیلی موده، تو همه جای دنیا یه چیزی که بولد میشه همه میان در واقع صحبت میکنن. ببین سن تیم ملی بالاست، بله درسته، ولی باید از خیلی از جهت ها به این موضوع شما نگاه کنید. شما نمیتونی برید دم خونه امیر قلعه‌نویی بگی آقا سن بازیکن زیاده. به کی بگیم پس؟ امیر قلعه‌نویی 20 ساله تو این لیگه، 20 سالی که تیم داره همش بالای، فکر میکنم میانگینش بالای 29-30 سال باشه. شما باید برید دم خونه آقای تاج بگید آقای تاج شما مربی که داشتید انتخاب میکردید بر چه اساسی انتخاب کردید؟ من میام بهت میگم باهوش باشید مردم، باهوش باشید، بهتون کد اشتباه رو ندن. آقای تاج هیچ وقت نمیخواست این تیمو جوون کنه. آقای تاج اون اقتداری که بعد از کیروش از رختکن ما رفته بود سر ویلموس و اسکوچیچ میخواست اون اقتدار رختکن رو به ما بده. اسکوچیچ که خیلی خوب بود، نتیجه داشت میگرفت، تو تراکتورسازی نتیجه گرفت، تو تیم ملی هم ببین اسکوچیچ تو تیم ملی نتیجه گرفت کیان جان، ولی بد کردن در حقش، بد گذاشتنش کنار و با اون که توی رختکن تیمو به هم ریخته و به هم ریخته بود واقعا رختکن تیم، باید این جام جهانی رو میرفت اسکوچیچ، ولی خب اون رختکن به هم ریخته بود و تاج اتفاقا خیلی باهوشانه امیر قلعه‌نویی آورد، کسی که بتونه رختکن تیمو جمع کنه. نمیتونستن جمع کنن، یعنی تیمی که بهترین باشی رختکن رو نتونی جمع کنی، اینایی که فوتبال بازی کردن میدونن، یعنی واقعا رختکن مهمه. تو اگه رختکن رو نتونی جمع کنی تیمت رفته واقعا رو هوا. عرضم به خدمتتون که رفته امیر قلعه‌نویی آورده. امیر قلعه‌نویی رزومش تو 20 سال اخیر تو لیگمون مشخصه. به چه صورته؟ تیمش فکر کنم همشون بالای میانگین 29 سالو دارن دیگه، هر تیمی که امیر قلعه‌نویی داره. تیم ملیش هم همینه، یعنی به بازیکن با تجربه بیشتر اعتماد میکنه. شما یحیی می آوردی همین بود. اگر میخواستی کسی رو بیاری که مثلا به جوونا بیشتر بها بده، بعد به سعید دقیقی، فرهاد مجیدی، سعید اخباری، به اینجور مربیا بیشتر بها میدادی. پس امیر قلعه‌نویی آورده که جمع کنه و نتیجه بگیره. اگر تیم امیر قلعه‌نویی رفت و نتیجه نگرفت شما میتونی بهش انتقاد کنی، بگی آقا قلعه‌نویی به سری جوونم شما بها ندادی و نتیجه هم نگرفتی. ولی اگه نتیجه بگیره امیر قلعه‌نویی واقعا همون کاراکتری که داشته همیشه توی فوتبال حفظ کرده. این از این مسئله. یه چیز دیگه هم بگم، مثال میذارم درباره مثلا دفاع راست که الان رامین رضاییان هست. ببین کیان براجه بازیکن پرسپولیس 21 سالشه 20 سالشه، یه بازیکن گرفتن اینا خارجی هپاتیت داشت، اصلا کامل بازی نکرد توی لیگ. بعد عرضم به خدمتت میدون برای این بازیکن جوون کامل باز بود که خودشو ارائه بده، حتی نتونست پست خودشو بگیره، یعنی تو پرسپولیس راستو به یه اطمینانی برسونه. رامین رضاییان یه نیم فصل مربیش گذاشت کنار، یعنی فقط زیر پلا میدوید رامین رضاییان فکر میکنم. بعد اومد با 5 بازی تو فولاد جایگاه خودش رو به دست آورد.
خب منم باشم، تو هم باشی، این بازیکن میذاری اون بازیکن جوون رو نمیذاری. درباره چپ هم همینه، یعنی ما وضع چپمون بدتر هم هست. یعنی تو امسال واقعا میلاد سال خوبی نداشت، احسان حاج صفی باز رسید، یعنی شانس آوردن که احسان حاج صفی با اون سن رسید. متاسفانه ابوالفضل جلالی آخرین تعویض کیروش فکر کنم تو جام جهانی قبل بود. آقای جلالی بعد از اون بازی من 5 تا بازی درست از شما ندیدم. حالا عزیزت فوت کرده، حاشیه‌های خودتو داشتی، جمع کن خودتو. توی بازیکن ملی مشاور درست ندارن این بازیکن‌ها که بتونن اینا رو علاوه روحی، علاوه عاطفی، علاوه همه چی، علاوه مالی اینا رو ساپورت کنن. به خاطر همین اینا نمیتونن خودشون رو حفظ کنن. یه سری بازیکن‌های با تجربه که الان داره قلعه‌نویی به اینا بیشتر اعتماد کرده. شما نمیتونی زیاد رو سرمربی بگیری. ما لیگ باروری هم نداشتیم کیان. آره قبول دارم. یه مورد دیگه ای هست اینه که تیم اسم یک سری از بازیکن‌ها توش واقعا خالیه و جاشون خالیه. جای یه سری خالیه. آره بله درست داره من میگی. میخوام یه توضیح بده در موردش. ببین من اگه لیست میدادم، شما لیست میدادی، آقای یحیی لیست میداد، برانکو میداد، کیروش میداد، آقای قلعه‌نویی میداد، هر کدوم از اینا بالاخره یه 3-4 نفر با هم دیگه فرق داشتیم دیگه، ولی 3 نفر واقعا به نظرم باید میرفتن. یه دونه محمد جواد حسین نژاد تو وسط، واقعا بازیکن فوق‌العاده‌ایه، واقعا خوبه، جاش خالیه. یعنی من اگه سرمربی بودم فیکس میذاشتمش. مهدی هاشم نژاد واقعا عالی بوده، 3 سال عالی رو گذرونده تو لیگ. واقعا این بچه فوق‌العاده بوده. اصلا یعنی چی 3 سال فوق‌العاده بوده، مسئولیت آنچنانی نداشته، عالی بوده. یعنی حتی ترابی که بردن الان مصدومه، اصلا جای اون میبردی. ترابی که دیس هم کرد شما را آقای قلعه‌نویی، از اقتدار شما بعیده، نمیدونم. خب و اللهیار صیادمنش، اللهیار هم برم میرفت. این 3 تا هم سمنیش میخوردن، بهشون کمک میکرد تو فوتبالشون، برای آیندهشون هم خودشون میتونستن به تیم ملی کمک کنن. یعنی 2 طرفه بودش. یه سوال، چرا درگاهی که اینقدر مصونیت داشت و رو آمادگی نداشت دعوت شده و اللهیار دعوت نشده؟ فرقشون چیه این دوتا؟ فرقشون فکر کنم رو عمه‌شون باشه. ولاغیر بغیره که تو جام جهانی یه چی دیگه ما ببینیم دیگه. ولاغیر درباره این موضوع دیگه با من صحبت نکن. خب ولش کن. حالا این مدتی که گذشت هممون هم میدونیم یه تایم خیلی بدی بود واسه همه. این مدت تیم ملی اصلا نه بازی دوستانه که نداشت. اصلا ما بازی دوستانه نداشتیم، اصلا وقت نشد که تاکتیکو بخوان مرور کنن بچینن. نتیجه میگیره این تیمی که نه بازی چرا نگیره؟ داشته، چرا نگیره؟ نه چرا نگیره؟ بالاخره ما نه بازی دوستان نداشتیم. آقا میری ازش مصاحبه میگیری، میگه همه چی گل و بلبله، بهترین کمپو داریم، بهترین مدیر رو داریم، بهترین سرمربی رو داریم، بهترین مربی رو داریم، بهترینی برو دیگه. طرف میگه آقا اونجا مکزیک پر مواد، سر تمرینتون داره پک را میندازن. میگه نه ما ارشاد نکنیم که. میگه آقا داره پک را میفته. میگه نه ما ارشاد نکنیم. حالا ولش کن، اینا همه چی خوبه دیگه، همه چی که اونجا خوبه. بعد مگه نمیگم ما بهترین نسلیم؟ میگن یعنی چی؟ بسم الله دعوایی، بسم الله. الان جام جهانیه، برو تو رینگ. الان رینگ شماست دیگه، رینگ فوتبالیا اینجاست دیگه. مگه بهترین نیستی؟ درسته؟ آره. مگه بهترین نیستی؟ مگه موقع پول گرفتن دلار نمیخوای؟ خونه تو آنالیا نمیخوای؟ ویلا تو آنالیا نمیخوای؟ اینجوریه. الان نشون بده خودتو بهتری. اینم بگم گروهمون خیلی گروه ساده. تموم شد. نیوزلند چندمه؟ 84 فکر کنم. مصر چندمه؟ مصر 35 6 نمی همین حدودا. اصلا 31 شما بگیر مثال بهت بگم. ما چندمی؟ ما تیم 20 جهانی. درسته؟ آره. تموم شد. بلژیکو هیچی آقا. بلژیکو ببازیم. شما هم که هر مصاحبه میای میگی ما بهترینیم دیگه باید ببریم. من نمیگی ما بهترینیم، من نمیگی کتن منه. حداقل الان سوم تو جدول سوم بشی میای بالا.
دیگه حداقل سومو بشید. آقا ولی نمیگی کتن منه. بسم الله ببینیم انشالله که حالا انشالله ببینیم. ببینید باید نتیجه بگیره. ما اگه خودمون با دستم ورمی داشتیم این تیم‌ها رو نمیتونستیم جدا کنیم. 100%. نیوزلند رو باید ببریم، مصر رو باید ببریم به نظر من. بلژیک رو ببازیم، بلژیک رو بباز، ولی با 6 امتیاز برو بالا. نکن امسال شما تیم سوم بشی بری بالا هیچ کاری نکردید. من از الان بهتون بگم تیم دوم، یعنی واقعا بعد تیم دوم بشی بری بالا و اینا چه فایده ای داره؟ هیچ. کاری که تیم دوم بشی، کاری که برانکو نکرد، کاری که کیروش نکرد، کاری که جلال طالبی نکرد و خیلی ها نتونستن بکنن. شما میکنی آقای قلنویی و عالی، ما میگیم دست درد نکنه، بهت افتخار میکنیم. تموم شد. ما نداریم. نگاه کنیم ما الان حرفا رو بزنیم، ما با هیچ کس نداریم. درست بیان میکنیم چیزهایی که هستش و از هیچ کسی هم ترسی نداریم. بعدی خب ببین علی، چند شب پیش تو اینستا بودم، یه ریز نگاه کردم واسه فرستادم، خیلی عصبی و ناراحت شدی. بعد حالا رفتی کاملش هم ندیدن، یه تیکاشو که دیدی فکر کنم گفتی یه نقد داری. چرا ناراحت شدی؟ حرف دارم اول، بعد نقد دارم. ببین ناراحت شدن نه. ببین اولا که برنامه ویژه جام جهانیه، کسی رو که آورده اصلا رنگ جام جهانی هم ندیده، یعنی نهایت لیگ برتر. این اولین باگ قضیه. بعد طرف آورده 15 ساله یه کار خیلی سخیف کرده، رفته تو هواپیما نشسته یه کاری انجام داده. من انقدر تو این 15 سال نشنیدم انگار ردیف وسط هم هواپیما من نشستم. بابا بس دیگه، یکی رو میاری 15 سال ازش یه مصاحبه میگیری. اینم میذاریم کنار، درسته؟ آقا 15 سال پیش 20 سال پیش رفته همتیمیشو انگول کرده بعد از خوشحالی گل. مجریه حتی توان این موضوع رو نداره بگه، یعنی نمیتونه این سوال رو بپرسه. تو که نمیتونی سوال رو بپرسی چرا اصلا بیان میکنی؟ خوشحالی بعد از گل، اونم 20 ماه میخواستم منو ببرن محروم کنن، حاج آقا کاشانی پشت منه، یه همشهریمون آقای جعفری پشت منه، کردن 6 ماه. بابا حداقل زد و بند تو اینقدر بلند داد نزن بگی. افتخاره واسه افتخار میکنن. تازه از فرادم جامون سرم گله میگفت مقصر من نیستم. 20 متر از فرهاد مجیدی که 40 سالش بود، ایشون نگاه کن اون سال کچل کرده، رفته کچل کرده که چرا؟ گفته من میخوام تمرکزم رو فوتبال باشه. تو اوج جوونی 20 متر از فرهاد مجیدی جا مونده، طرف زده تو گل. بعد میگه 5 سال پیش میدونی چی میگفت؟ من وزه فوتبالم دیگه، یعنی مصاحبه های شما رو اگه یادتون میره من یادمه. 5 سال پیش این آدم میدونی چی میگفت؟ میگفت به خاطر این نزدمش که فکر میکردم من آدم سرعتی هستم، فکر میکردم فرهاد میرسم که احتیاج نیست بزنمش. بله الان 5 سال بعد دیگه به این نتیجه رسیده نه اصلا تقصیر من نیست. حقیقی بعد این رو میگرفت، نور محمدی بعد اون ور تک میزد، توپ گل نمیشد. 20 متر از یه بازیکنی که آخرای فوتبالشه تو جا موندی. خیلی حرفه، خیلی حرفه. بعد به این مدعی هستی. باز نقد دارم. نقد اصلی میدونی کجاست؟ ببین شیک پسر، نه وضعیت مردممون اونقدر خوبه، نه حال دلشون، نه وضعیت تیم ملیمون گل بلبله که تو یک فوتبالیست میاری که تو برنامت ابیره. خدافظ. کجا؟ خدافظ علی، خدافظ. علی بگی بشی. علی رفت. این چی کار میکنید خداییش؟ علی رفت ولی شما نرین فردا شب حتما دنبال کنی، یه برنامه خفن دارین راجع به فوتبال
360 و فوتبال برتر و همینطور مجریاشون. خیلی برنامه جالبیه، حتما نگاه کنید، دنبالمون کنید، ما هم شما رو دنبال میکنیم. این جلاتی بر نمیداره میری بشته سلام عرض ادب. مرسی. ببخشید بچه. چی؟ فرصت. ما تو خونه جورابا گم میشه، نمیدونستی ما خونه میشه همه چیکار دوست دارن؟ نه جورابا نیست. ما 3 تا پسرید دیگه. ما ماشین لباسشویمون جوراب میخوره، یعنی مثلا 10 جفت میندازیم توش 5 جفتشو میخوره. جدی میگم. شما کار من خوبه اینجوری. بچه‌ها من یه سوال دارم ازتون. یه دونه باشه فقط. یه دونه سوال از اینطوری بهتره، میخوای فوتبال ضبط نکنم که میشه بگیم جل دور بود. خوبه قاب من. 1 2 3